میخوایم جایگاه سنت رو از دیدگاه قرآن بدانیم. آیا در مورد سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن کریم چیزی آمده؟ بله، یعنی مطالب بسیار زیاده در این زمینه، یعنی 100 آیه میرسد، یعنی تمام آیاتی که دستور میدهد که به الله ایمان بیاورید و به رسولش ایمان بیاورید، به الله از الله اطاعت کنید و از رسولش اطاعت کنید. و آیات دیگری که اکنون واضح‌تر هست بیان میکنم. امام احمد میفرماید من به قرآن نگاه کردم، دیدم 33 بار خداوند متعال در قرآن بعد از این که گفته اطاعت از خدا کنی فرموده اطاعت از رسول خدا هم بکنید. 33 بار فقط از این مورد. دیگه بحث ایمان آوردن با خدا و رسول کناری هم آمده.